بیران بعدی سوالشون در مورد این بود، گفتن که چطور انسان ها به این مرحله از انحطاط و ضعف در شخصیت میرسن که به کسی که دستور کشتار افراد بیگناه در هواپیما را داده مدال افتخار میدن. قطعا کسانی که یعنی دشمن اسلام هستند و نباید از اونها انتظاری ما داشته باشیم که اونها برای مسلمانان دل بسوزانند، گرچه در ظاهر هم حقوقی رو تعیین کرده باشند و دم از حقوق بشر بزنند، اما واقعیت این است که متاسفانه هر جایی که حقوق مسلمانان پایمال می شود حقوق بشر در این زمینه هیچ اقدامی نمی کنند و عملا و در واقع و حیات زندگی می‌بینیم که مسلمانان رو اصلا جزء بشر حساب نمی‌کنند و حقوقشون رو در واقع حقوقی رو خودشون هم تعیین کردن می‌بینیم که زیر پا می‌گذارن و از کسانی که اساساً به الله متعال ایمان ندارند این سری موارد رو ما باید انتظار داشته باشیم. از دشمن غیر از این چیزی دیگر انتظار نمی‌رود. جزاکم الله خیر. یعنی بعد در مورد دیوس گفتن چه کسی هست و آیا دوستی با آنها درست است؟ در تعریف دیوس یعنی اون کسی که برای ناموس خودش اهمیتی قائل نباشه. از نظر زبان عربی به اون دیوس گفته می شود. یعنی برایش مهم نیست که ناموسش یعنی پاک باشه، ناپاک باشه، همسرش با افراد بیگانه در ارتباط باشه یا نباشد، افراد گوناگون و نامحرم به منزلش رفت آمد بکنند یا خانمش با افراد نامحرم مراوده و رفت آمد داشته باشه. این در واقع جزء تعریف دیوس است و در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، مانند روایتی که در سنن ابو داود هست که ایشان فرمودند لا يدخل الجنة دیوث، کسی که دیوس باشد و برای ناموس خودش اهمیت قائل نباشد، حساسیت نداشته باشد، چون این کسی وارد بهشت نمی شود. و یکی از حقوق زن بر شوهر این است که شوهر مکلف هست که دامن زن را پاک نگه دارد و حفاظت و نگهداری بکند زن را از اینکه در معرض در واقع بی‌عفتی یا اینکه بنابر نیازی که دارد به طرف مردان بیگانه کشیده بشود. منتها در مورد قطع رابطه کردن این مانند بقیه گناهانی هست که یک فردی در واقع انجام میدهد. اگر انسان میداند که با قطع رابطه کردن یک نوع ابزاری برای فشار آوردن بر این فرد هست که این فرد باید یک مقدار متوجه بشود، به راه راست بیاید، بیشتر اهمیت بدهد، این از نظر شرعی حجر هست و از نظر شرعی اشکالی ندارد. یعنی اگر شما میدانید که از رفت و آمد نکردن شما فلانی متاثر میشود و به خاطر شما از این کاری که انجام داده و گناهی که مرتکب میشود دست میکشد، از نظر شرعی جایز هست، میتوانید که قطع رابطه بکنید. اما اگر قطع رابطه به معنی این است که اصلا اون فرد راحت تر میشود و بهتر به گناه خودش ادامه میدهد و این قطع رابطه هیچ تأثیری بر اون ندارد، در این زمینه شما جایز نیست که به خاطر این با اون قطع رابطه بکنید، مگر در صورتی که مراوده و رفت و آمد یک ضرری بر دین خود شما داشته باشه. در صورتی خودتون بر خودتون میترسید اون یک بحث کاملا جداگانه است. اما تا زمانی که بر خودتون نمیترسید، ضرری بر شما وارد نمی شود و اگر نروید چه بسا که اون فرد بیشتر به گناهش ادامه بدهد، در این صورت نباید قطع رابطه بکنید. جزاکم الله خیر. به انسانی که مسلمان نیست و می می نوشد آیا جایز است که صدقه بدهیم؟ صدقه دادن در واقع گرچه انسان باید سعی بکنه در مرحله اول از میان فقرا، یعنی فقرایی رو انتخاب بکند که واقعا نیازمند بیشتر باشند و تقوای بیشتری رو داشته باشند، اهل دین و ایمان باشند، اولاتر و بهتر هست. اما اگر فردی به طور مثال یک خویشاوندی دارد که یک گناهی رو مرتکب شده، الان یک شرابی نوشیده یا هر گناه دیگری رو انجام داده، این دلیل بر این نمیشد که شما با اون در واقع قطع صله رحم بکنید و حتی به اون صدقه ندید. صدقه دادن به انسان گناهکار از نظر شرعی اشکالی ندارد، جایز هست. این گناه شراب باشد یا هر گناه دیگری که باشد، شما از نظر شرعی وقتی که صدقه ای رو به یک فرد گناهکاری دادید، این از نظر شرعی برگردن شما هیچ گونه گناهی نیست. و در این زمینه روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در زمان رسول الله یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه ای رو داد و وقتی فردا پخش شد که دیشب به یک زن فاحشه و بی‌بندوبار صدقه داده شده. خب این تازه فرداش متوجه شد صدقه رو که داده به جای اینکه به یک انسان سالمی باشه، به یک زن بدکاره رفته صدقه ای رو داده. روز بعد
بعدش صدقه داد، این صدقه دست یک فرد به اصطلاح غنی و ثروتمندی افتاده بود. شب بعدش صدقه داد، این صدقه اتفاقا دست فرزندش رسیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به این فرد گفتن اون نیتی رو که تو داشتی اون نیت در واقع به تو رسیده، یعنی صدقه یک صدقه مورد قبول هست. پس بنابراین کسی که صدقه رو داده ولی اینکه فرد یک نوع گناهی رو مرتکب شده باشه و نیازی رو داره، در نظر شرعی بر شما گناهی نیست و جایز هست صدقه دادن. منتها انسان باید مراعات بکنه تا جایی که براش ممکن هست صدقه رو به کسانی بدهد که از این صدقه در راستای عبادت و بندگی الله متعال بیشتر بتوانند استفاده بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در شرکت بیمه کار میکنند و بیمه میفروشند، آیا حلاله یا نه؟ خود بیمه به صورت کلی یعنی اکثر انواعش مگر مواردی رو که بنابر ضرورت و موقعیتی که در برخی از کشورها وجود دارد یا اجباری رو که وجود دارد، اکثر انواع بیمه از نظر شرعی حرام هستند و جایز نیستند، به خاطر اینکه این یک نوع معامله به اصطلاح شرعی غبن هست و یک نوع در واقع شانسی هست که چه بسا شما ضرر بکنید یا که این در این زمینه شما فایده بکنید، یا شرکت بیمه ضرر بکند یا اینکه فایده رو بکند، به غرر هست و این از نظر شرعی اشکال دارد، درست نیست، مگر مواردی رو که به اصطلاح اجباری هست مانند بیمه شخص ثالث ماشین هست یا موارد دیگری که اجباری هستند یا نیاز بسیار شدیدی هست مانند بیمه درمانی که معمولا دولت اگر بخواد یک کمکی رو به مردم بکنه و داروی رو ارزان‌تر بفروشه از طریق شرکت بیمه اقدام میکنند. این از نظر شرعی اشکال نداره به خاطر ضرورت و به خاطر اجباری که در این زمینه هست. اما بقیه موارد بیمه هایی که به اصطلاح انجام میگیرد و بی مورد هست، این انسان مجبور نیست که خودش را بیمه عمر بکند، مثلا اون نمیدونم بیمه برای تجارت و برای کشاورزی و بیمه ساختمان و بقیه مواردی که هستند، این موارد از نظر شرعی حرام هستند و انسان باید سعی بکنه که تا جایی که ممکن هست درآمدش کاملا از یک راه کاملا و 100% حلالی باشه که هیچ گونه اشکالی و شک و شبهه‌ای در اون نباشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه، اگر کسی از دایره شبهات خودش رو دور نگه دارد دینش در واقع سالمتر میماند. انسان باید از چنین موارد و معاملات و کارهایی که در آنها شک و شبهه حرام بودن وجود داره باید پرهیز بکند. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا بنده اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان را دوباره زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنن سوالاشون رو آماده داشته باشن و از طریق گوشی تلفن وقتی که تماس فصل شد صحبتشون رو ادامه بدن. بیننده بعدی سوال پرسیدن که مغازه‌ای که کار میکنن قرض میدهد ولی میگه که سود نمیگیرد اما حق کاغذ میگیرد، آیا درست یا نه؟ سوال این بیننده‌مون کاملا مشخص نیست، منتها اگر چیزی که به عنوان کارمزد باشد، یعنی یک شرکتی یک کاری رو برای شما انجام میدهد و در مقابل آن یک به اصطلاح پولی رو دریافت میکند، حق و زحمه هست یا کارمزدش هست یا به عنوان پول قلم و کاغذش هست، این از نظر شرعی اشکال ندارد، منتها به شرط این که کارمزد به خاطر بالا و پایین بودن سقف پولی که در واقع جابجا می شود این در واقع بالا و پایین نشود، یعنی در واقع این کارمزد یک مبلغ مشخصی باشد که هر کسی که میاد این کار رو برایش انجام بدهد قطع نظر از این که مقداری که به اون وام میدهد یا مقداری که به اون در واقع جنس میدهد تفاوتی نداشته باشه که کم باشه یا زیاد، یک مبلغی رو به عنوان کارمزد اگر دریافت بکند اشکالی ندارد. اما اگر با توجه به سقف وام کارمزد هم بالا و پایین بشود، درصدش بالا کمتر یا بیشتر بشود، این در واقع کارمزد شمرده نمی شود و همین سود هست که اسمش رو گذاشتن کارمزد. جزاکم الله خیر. انسان بعد از مرگ و قبل از قیامت به کجا می رود روش؟ در ما یعنی بعد از زندگانی دنیا زندگانی عالم برزخ هست. عالم برزخ یعنی یک عالمی هست که میانه هست و وسط دنیا و آخرت وجود داره، مرحله به اصطلاح آغازین جهان آخرت هست که به صورت کلی به اون عالم برزخ گفته می شود و کسانی که می میرن در عالم برزخ هستند تا زمانی که سورده میده
می شود و تمام دوباره با سور دوم تمام زنده می شوند و بعد از آن وارد جهان اصلی یعنی جهان آخرت در واقع می شوند که سرنوشت هر کسی به بهشت یا به جهنم باشد با حساب و کتابی که در اون روز انجام می گیرد جایگاه اصلیشون در واقع مشخص می شود. اما تا زمانی که جایگاهشون مشخص بشود و حساب و کتابی صورت بگیرد همشون در عالم برزخ هستند و در روایت اومده که بعد از این که انسان از دنیا فوت می کند و روح انسان کشیده می شود اگر انسان نیکوکار و صالحی بوده این در واقع روحش به آسمان برده می شود با خوشبویی کامل و الله متعال از اون راضی می شود درهای آسمان باز می شوند و الله متعال دستور می دهد که افرشوه من الجنه که اون رو در بهشت جایش بدید یا در مورد ارواح شهدا این مطلب اومده و تا زمانی که روح دوباره به بدن باز بگردد و دوباره زنده بشوند که برای همیشه جایگاهشون در بهشت یا در جهنم انسان مشخص خواهد شد. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان هم آماده است. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو بفرمایید. درود بر شما، خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم بفرمایید. ظاهرا تماس بینندگان خط مشکل داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید بیننده گرامی. ظاهرا تماس مشکل داره. بیننده سال بعدی بیننده گفتن که آیا جایز است قبر را بعد از این مدتی باز بکنن و کسی دیگر را در اونجا دفن کنن؟ در صورتی که نیاز باشه و یعنی قبر در معرض یک خطر قرار داشته باشه، مثلا در مسیر رودخانه باشه که قبر از بین برود یا نیازی باشد برای اینکه میت رو از اونجا بیرون بیاورن جای دیگری دفن بکنند یا جایی برای دفن میت دیگری وجود نداشته باشه یا به خاطر تبرکی که یک مکانی داشته باشه و استخوان‌های پوسیده و خاک شده رو بردارن در یک گوشی جمع بکنند و فرد دیگری رو دفن بکنند، این از نظر شرعی اشکال و ممانعت شرعی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و انشالله که تماس هم آماده باشه. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. در اینجا باز شماره تماس زیرنویس میشه و انشالله که مشکل فنی رفع شده باشه و شما بتونین تماس بگیرین. فقط باز خواهش میکنم که وقت تماس گرفتین از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدین، منتظرم نباشین صدا از طریق گیرنده پخش بشه چون صدا دیرتر میاد. جناب مولانا بیننده پرسیدن که خانه از آلمان هستن، گفتن خانه میخریم به قسط به مبلغ 10,000 ولی کسی که خانه میفروشه میگه چون تو قسط میدی پول رو باید 2% بیشتر بدی. آیا این سود میشه یا خیر؟ در مورد خرید اجناس یا املاک به صورت قسطی یا نسیه و که تفاوت بکنه قیمت نقد و نسیهش از نظر شرعی اشکالی ندارد.
زمانی که شما یک خودرویی را یا یک منزل و زمینی را یا یک جنسی را از یک مغازه یا شخصی می‌خرید و قیمت نقدش با قیمت قسطی یا نسیه‌اش متفاوت هست، هیچ گونه اشکال نداره. در مقابل این که به شما مهلت می‌دهد شما قسطی می‌خرید و یا اینکه نسیه‌تان می‌خرید، اگر قیمت نسیه متفاوت با قیمت نقد باشه از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. منتها شرطش این است که قیمت در همون مرحله اول در واقع به توافق رسیده باشد و مشخص شده باشه که این معامله نقدی هست یا معامله قسطی هست. این گونه نباشه که متردد باشه بین نقدی و قسطی که گفته باشد اگر میخوای نقدی حساب بکنم این مقدار میگیرن، اگر که نقدی ندادی تأخیر کردی یک ماه مثلا بیشتر شد اون وقت من قسطی حساب میکنم یا نسیه حساب میکنم قیمت رو بالا میبرم. در این صورت جایز نیست. اما اون صورت اول بالفرض شما میدونید که قیمت این خانه اگر به صورت نقد بخرید به طور مثال فرض کنیم که $10,000 هست، اما اگر که به صورت قسطی باشه یا نسیه باشه بیشتر میگیرن. در همون اول شما میخواهید که این خانه را یا این خودرو را یا هر وسیله دیگری را به صورت قسطی بخرید. معامله مشخص است که این معامله قسطی هست یا معامله نسیه هست و قیمتش هم مشخص است که قیمت قسطی یا قیمت نسیه این مقدار هست و خریدار و فروشنده با هم دیگر توافق بکنند. در این صورت در نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان ان شاء الله که آماده است و اولین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. یعنی سوال دارم. بفرمایید. میگم ما قرآن میخونیم ملا هم نداریم، خیلی اشتباه میکنیم، این اشکال داره یا نداره؟ سوالی هم دارین؟ نه خداحافظ. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو بفرمایید. ببخشید با آقای عبدالقدوس می‌خواستم صحبت کنم. صدا شما وصله، سوال شهریتون لطفاً. بله میخوام با خودش صحبت کنم. با خودشون اگر بعد برنامه تماس بگیرین. همین شماره را؟ بله انشالله. متشکرم. سلام علیکم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه، صدا دیر میاد. لطفاً صحبت کنید. تشکر میکنم بیننده که فقط صداش خودمون میشنیدیم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. بفرمایید سوال شهریتون. جناب موران ظاهرا تماس ها مشکل داره، اگر به سوالای ادامه بدیم یکی دیگه هم امتحان بکنیم انشالله که خوب باشه. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. ما مثلا ساکن مدینه هستم ولیکن در افغانستان عاید دارم در سال 20,000 همون را الا میارم من میگم کرای اولیوی اقامه میتم از این زکات میشه یا نمیشه؟ بس هم یعنی در افغانستان پولی دارین یا یعنی درآمد در افغانستان سال 20,000؟ در افغانستان کرای دکان میگیرم. درست سال 20,000. من میارم اینجا مصرف میکنم $20,000 سالی از عایدم دیگه هیچ نیست. اینجا بیکار هستم، فقط باور کنین که همین کرای حوله 30,000 میتونم 20,000 شاید ساله قومام هم تجدید میشه. این من گفتم از همین پرسان شد که از این زکات میشه یا نمیشه؟ در اونجا خوباشون میشه، در اینجا من در اینجا هستم. سوالی هم دارین؟ بله بس همه که قربانی شما شد. سلامت باشین. الان قضیه مرافق هم شده دیگه. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. چند دقیقه پیشم زنگ زدم سوالی که کردم جواب دو تاشو گرفتم ولی جواب آخریش نگرفتم که ان شاء الله تو لیست هست بعد از
چیز میکنیم؟ یک سال دیگه داشتم به خاطر از اینکه ما در اروپا که هستیم آیا جایز است مثلا نوشتکار که روان میکنن کودکستان با کسای دیگه که هستن مثلا غذا یا چیزی که میخورن ما با اینکه خودمون غذا میبریم برای نوشتکار در کودکستان که برشان بدن آیا ما این دل بخواهی است که کودکستان بفرستی یا نفرستی؟ به نظر از لحاظ شرعی جایز است که اینا رو بفرستیم کودکستان یا صبر کنیم تا موقعی که مکتبشون شد؟ درست. ممنون، متشکرم. سلامت باش. سلام علیکم، بفرمایید. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برای پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آلمان زحمت میتونم یک سوال داشتم. برادر محترم، همین سوال میست که وقتی آدم یک ختم قرآن عظیمشان میکنه بر والدین خود میتونم یک ختم به پدر مادر و برادر خدا ببخشه یا به هر کدامش جداگانه آدم یک ختم میکنه؟ ایره و همچنان صدقه را یک مقدار آدم صدقه میکنه میتونه برای همو اقارب ما که فوت کرده خدا مغفرتشان کنه به همهشون ثوابش برسانه یا مشخص برای هر کدام مقدار مشخص آدم صدقه کنه؟ می سوال ما بود. درست. سوال دیگه هم دارین؟ جان تشکر. خداحافظ. سلام علیکم. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. البته بیننده‌ای که گفتن که جواب ندادیم سوالتون رو جواب دادیم، چون که الان متوجه شدم که در مورد قبر کردن یک کسی بعد از مدتی که کسی قبر شده بود که گفتن جایز است دیگه. درست. سال بعد بیننده که گرفتیم گفتن که ملا نداریم و قرآن میخوانیم خودمان و اشتباه هم زیاد میکنیم، آیا گناه داره یا نه؟ در مورد کسانی که قرآن رو بلد نیستن اجرو یعنی به صورت درست بخونن، انسان باید سعی بکنه که این وضعیت و حالت رو تغییر بده. یعنی امروزه گرچه شما کسی نیست مولای بقول خودتون نداشته باشید، اما از طریق ابزاری که هستن، از طریق خود موبایل و نرم افزارهایی که وجود داره شما میتوانید قرآن رو به صورت صحیح یاد بگیرید و خصوصا در شبکه ها هم که الحمدلله برنامه‌های آموزش قرآن هم که وجود داره. بالفرض این که کسی نمیتواند یا فرصت نکرده تا به امروز قرآن رو به صورت تلفظ صحیحش رو یاد بگیرد، به همون کیفیتی که بلد هست، با همون کیفیتی که به تعبیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تعتع میکند، یعنی با زحمت میتواند الفاظ قرآن را تلفظ بکند، از نظر شرعی اشکالی ندارد شما تلاوت بکنید و انشالله که ثواب آن را دریافت میکنید. و اگر که ناخواسته اشتباهی رو مرتکب شدید، یعنی تلفظ اشتباهی کردید، الله متعال شما را به خاطر این تلفظ اشتباه ناخواسته شما را مؤاخذه نخواهد کرد. جزاکم الله خیر. یعنی بعد گفتن که ساکن مدینه هستن و در افغانستان دکان دارن که کرایه آن را میگیرن سالی 20000. گفتن آیا این زکات داره؟ ولی گفتم من اینجا میارم و در مدینه میارم و اون رو مصرف اقامه و خرج زندگی میکنم. زکات داره یا نه؟ بله، مواردی رو که انسان خونه ای رو دارد یا اینکه مغازه‌ای رو دارد، یک زمین کشاورزی هست، این رو به کرایه داده، از خود این املاک زکات ندارند. یعنی قیمت این مغازه خودش هرچند هم که زیاد باشه، چون که ابزار رزق هست، ابزار کار هست و خودش برای خرید و فروش نیست، در این صورت زکات نداره. یعنی خود آن خانه یا خود زمین و مغازه زکات ندارند، قیمتشون زکات نداره و درآمدشون و کرایه رو که شما از آن میگیرید، باز هم اگر این تا 1 سال پیش شما باقی نمیماند، اگر تا 1 سال پیش شما باقی نمیماند، باز هم از نظر شرعی زکات ندارد. به طور مثال شما یک خونه رو دارید، مغازه رو دارید، ایشون گفتند که $20000 مثلا در سالی عایدش هست و درآمدش هست، منتها این رو $20000 رو در ظرف همین 1 سال صرف میکنن، خرج زندگی خودشون میکنن، این باقی نمیماند تا سال دیگر. اگر باقی موند یک جا مثلا در یک حساب بانکی میگذاشت یا پیش خودش نگهداری میکرد، تا سال بعد زکات داشت. اما زمانی
این درآمد خودش رو هر چندم که زیاد باشد، این درآمد روزانه یا ماهانه خودتان را، سالانه خودتان را شما در خود همون ماه و در خود همون سال در واقع مصرف میکنید، این از نظر شرعی بر شما زکاتی رو نداره. این پولی رو که شما از افغانستان میآورید و پیش خودتون در مدینه مصرف میکنید، با عنوان کرایه خونه یا مصرف زندگی خودتون میکنید، از نظر شرعی زکات ندارن. پول در صورتی زکات دارد که به قیمت 85 گرم طلای 24 ایال برسد و شرط دومش این است که 1 سال کامل دست نخورده پیش شما باقی مانده باشد، 1 ساله شده باشد. اما در صورتی که شما این پول را ولو اینکه زیاد باشد، بیشتر از مبلغ نصاب باشد، شما این رو در طول سال مصرف میکنید، از نظر شرعی زکاتی به آن تعلق نمیگیرد. و همچنین به اصطلاح درآمد ماهانه رو که شما دارید، حقوقی رو که کسی دریافت میکنه در ماه و این رو در خود این ماه یا در ماه بعدی یا در طول این سال اینو مصرف میکند و نگهداری نمیکند و که به اصطلاح تا سال آینده این پول باقی نمیماند، باز هم زکاتی بر آن تعلق نمیگیرد. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که در کشور اروپایی هستن و اینجا اجباری نیست که کودک به کودکستان برود، اما گفتن آیا بردن کودک به کودکستان جایز است یا نه؟ نظر شرعی همچنین غذاهایی که در اونجا میدهند خوردنش درسته یا نه؟ بله، بردن کودک ها به مهد کودک یا به تعبیرشون کودکستان یا پیش دبستانی از نظر شرعی اشکال و ممانعتی نداره. منتها باید انسان در این موارد یعنی جاهای استفاده یعنی بیشتر انتخاب بکنه که یعنی به دین و ایمان کودک ضرر و زیانی وارد نمی شود و صرفاً یعنی علوم دنیوی را یا مواردی رو که به عنوان مهارت ها نیاز داره کودک، اینها رو در واقع آموزش میدن و سعی بکنند خودشون هم در خانه یعنی مراقب باشند و عقاید اسلامی و باورهای اسلامی رو حتما یاد بدن به کودکانشون و اشکالی نداره، جایز هست این مطلب. مانندی که دبستان رفتن و مدرسه رفتن از نظر شرعی اشکال نداره، کودک رو مهد کودک و پیش دبستانی بردن هم هیچ گونه به اصطلاح اشکالی نداره، چه بسا هم که یک ضرورت و نیاز باشه برای کودکان. و همچنین استفاده کردن از غذاهایی که در مدرسه یا کودکستان به بچه‌ها میدن هیچ گونه اشکالی نداره، براشون کاملا حلال و جایز هست، به استثنای مواردی که از نظر شرعی حرامه. اگر که مطمئن هستی مثلا گوشت خوک میدن یا مثلا مشروبات الکلی که بعیده که به کودکان بدن، مواردی رو که قطعا حرام هست، گوشت حرامی هست، از اون استفاده نکنند. اما غذاهای دیگری که در گوشت حرام در اون استفاده نشده اشکالی نداره، جایز است که از آن مصرف بکنند، ولو اینکه کسی که این غذا رو آماده کرده یک کافر هم باشه اشکال نداره. اما اگر خودشون به خاطر اطمینان خاطر یعنی غذای کودک رو با خود کودک بفرستن، این اولاتر و بهتر هست و اطمینان خاطر بیشتری رو خواهند داشت. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیانه گفتن که ختم قرآن را میخوان ثوابش به دیگران ببخشن، آیا یک ختم میشود مثلا به پدر، مادر، برادر ثوابش رو بخشید یا برای هر کدام باید جداگانه ختم کرد و ثواب بخشید؟ همچنین صدقه را برای هر کدام باید یک صدقه داد یا به یک صدقه رو میشه به روی همه داد؟ در مورد ختم قرآن بارها عرض کردم که ختم قرآن از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ثابت نیست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هیچگاه برای مردگان خودشون ختم قرآن نگرفتند یا سوره فاتحه را، سوره قل الله احد را یا هیچ سوره دیگری را برای مردگان نخوندند. برای هیچ کدام از صحابه‌ای که وفات کردند یا شهید شدند در زمان رسول الله یعنی چیزی به عنوان ختم قرآن براشون گرفته نشده و رسول الله صلی الله علیه و سلم سر هیچ جنازه‌ای نگفتند که شما سوره فاتحه را و 3 مرتبه سوره قل الله را بخوانید و بر مردگان یا برای این مرده ببخشید. این از نظر شرعی ثابت نیست و خود این ایصال ثواب کردن برای مردگان این گذشته از این که یک امر شرعی هست، یک امر کاملا غیبی هست و در موارد شرعی و غیبی ما نمیتوانیم که بر اساس قیاس یا بر اساس حدس و گمان عمل بکنیم. حتما باید دلیل قطعی و صحیح و صریحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته باشه که در این زمینه وجود نداره. در مورد ختم قرآن برای مردگان هیچ گونه دلیلی از گفتار و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ثابت
ثابت نشده. پس بنابراین انسان باید کاری را که بیهوده هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده و یک نوع بدعت شمرده می شود، از این کار انسان باید پرهیز بکند. این در مرحله اول. منتها برخی از علما مانند تعدادی از علمای احناف، فقهای احناف یا حتی شوافع، نظرشون بر این است که اینو حمل بکنن بر کلیاتی که در این زمین اومده، حمل بکنن بر صدقه، همان گونه که صدقه به میت میرسد و دعا برای میت میرسد و عمره و حج برای میت میرسد. گفتن ختم قرآن هم یک نوع عبادتی هست، یک نوع ایصال ثوابی هست و این هم جایز قرار دادن. از نظر علمایی که ختم قرآن را به صورت کلی تلاوت قرآن را ثواب، ایصال ثوابش را برای مرده میدونن، باز هم اشکالی نداره. از نظر کسانی که ختم قرآن را، تلاوت قرآن برای میت را جایز میدونن، از نظر ایشون هم جایز هست که ختم قرآن یا تلاوت قرآن را ثوابش را به چند نفر بخشید. این از نظر شرعی اشکالی نداره، زیرا که هر آیه‌ای و هر سوره یک ثواب کاملا جداگانه داره و می شود که ثواب این رو تقسیم کرد. و همچنین ثواب صدقه رو، شما یک مبلغی رو صدقه میکنید و میگوید که این ثوابش مثلا به پدر و مادرتون برسه، به 2 نفر برسه، یا به پدر بزرگ و مادر بزرگتون برسه، یا به مردگان فلان شهر و خویشاوندان شما برسه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست. همون گونه که شما در یک دعا مثلا میتونید بگید پروردگارا مردگان ما رو مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. دعا یکی هست، همه رو شامل میشود. صدقه یکی باشه، میتواند که تقسیم بشه در میان همهشون. ختم قرآن از نظر و دیدگاه کسانی که جایز میدونن باز هم قابل تفکیک و تجزیه هست، هیچ گونه اشکال شرعی رو نداره. منتها یعنی عمره کردن یا حج کردن، اینها مواردی هستند که صرفاً برای یک نفر ثابت هست و این ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حج انجام میدادن، این رو در واقع تجزیه، قابل تجزیه نیست. حتی در میان خود اون کسی که خودش حج بدر رو انجام میدهد و کسی که از اون حج بدر انجام داده میشود، این قابل تجزیه نیست. حج و عمره فقط برای یک نفر هست. اون وقتی که حج عمره میکند و احرام میبندد، باید نیت مشخص باشه که برای خودش هست یا برای فلان شخص هست. اما این که برای فلانی باشد، برای خودم و برای فلانی باشد، این از نظر شرعی درست نیست. اما در صدقه و ختم قرآن، برای از دیدگاه کسانی که ختم رو برای مردگان جایز میدونند و تلاوت قرآن رو جزء ایصال ثواب میدونند، اشکالی نداره، قابل تفکیک و تجزیه هست. میتوانید که ثوابش رو به چند نفر ببخشید. جزاکم الله خیر. سوال بعدی برنده گفتن که من اکنون 2 هفته از رمضان رو روزه نگرفتم. اگر در فصل پاییز گفتن این 2 هفته رو روزه بگیرن و بعد از آن 6 روز شوال رو بگیرن، صحیح است یا نه؟ در مورد کسانی که در ماه مبارک رمضان بنابر عذر شرعی یا حتی بنابر عذر غیر شرعی روزه نگرفتن و الان یعنی بهتر و اولاتر این است که در اسرع وقت این رو قضا بیاورند. بهتر و اولاتر این است که در اسرع وقت اینو قضا بیارن، زیرا که اجل و حیات انسان در دست الله متعال هست و کسی نمیداند که ما فردا و فرداهای دیگر زنده باشیم یا زنده نباشیم. به خاطر مبادرت به انجام اعمال خیر و به قضا آوردن روزه این اولاتر و بهتر است. اما اگر کسی که با توجه به عذر شرعی روزه نگرفته، اگر این روزه رو الان به تأخیر بیاندازد تا فصل پاییز و زمستان، از نظر شرعی گناهی رو مرتکب نشده. یعنی تأخیر کردن قضای روزه، این اگر تأخیر بکنند از نظر شرعی گناه نیست و جایز هست و شما می توانید که روزه ای رو که به خاطر زنان که به خاطر عادت ماهیانه نتونستند بگیرند یا کسی بنابر عذر دیگر نتونست روزه بگیرند، می تواند که این رو به تأخیر بیاندازد تا زمانی که هوا به اصطلاح سرد بشه در پاییز و زمستان بگیرد. از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و در روایت از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده که ایشون می‌فرمایند که من قضایی از رمضان برگردن من باقی میموند تا ماهی که شعبان قبل از رمضان سال آینده من نمیتوانستم احیانا به خاطر وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم این روزه ها را قضا بیاورم. پس بنابراین اشکالی نداره و جایز است که شما قضای روزه رمضان را به تأخیر بیاندازید. اما اگر اولویت بدید و در اولین فرصت اون را قضا بیارید، این بهتر و زیباتر است. تشکر از شما. حکم بزرگ کردن ناخن گفتن چیست و آیا باعث عدم استجابت دعا می شود یا نه؟
نگه داشتن ناخن از نظر شرعی کار غیر فطری هست و برخلاف فطرت و سرشت انسان هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی که خصال فطرت ها یعنی کارهای فطری و که وابسته به فطرت انسان هست و شایسته یک انسان سلیم الفطره هست، یک از این موارد را گرفتن ناخن برشمردن. یعنی گرفتن ناخن جز سنت ها هست و جز امور فطری هست که انسانی باید اون را انجام بدهد و اگر کسی ناخنش رو نگه داشت به این معنی نیست که گناهی رو مرتکب شده باشه که یک لعن و نفرینی بر اون باشد یا اینکه عبادتش قبول نشود یا دعایش قبول بشود. این گونه نیست. با این وجود اینکه ناخن رو نگه داشته فقط خلاف فطرت عمل کرده، خلاف سنت عمل کرده، مگر در صورتی که ناخن به گونه‌ای باشد که مانع از رسیدن به اصطلاح آب به بدن باشه که معمولا این گونه نیست. یعنی زیر ناخن یعنی تفاوتی نداره که ناخن کوتاه باشه یا بلند باشه، تفاوتی نداره. قسمتی از پوست انگشت رو که ناخن میپوشاند این به صورت مساوی هست، یعنی ناخن کوتاه یا بلند هر دو تا یک قسمتی از پوست رو پوشش میدن. بالفرض اگر تصور بکنیم که به خاطر بلند بودن ناخن یک قسمت دیگری از انگشت ها مثلا به گونه‌ای قرار گرفته که آب به هیچ عنوان به زیرش یا جایی که باید شسته بشود نمیرسد، این یک حکم کاملا جداگانه است که معمولا این گونه نیست و بلند نگه داشتن ناخن از نظر شرعی گناه شمرده نمی شود، فقط خلاف سنت و خلاف فطرت هست و مانع اجابت دعا هم نمی شود. درست، جزاکم الله خیر. بنابراین گفتن که در مذهب ابو حنیفه وقتی که نماز می‌خوانیم در حالت سجده هستیم آیا آرنج ها هم روی زمین گذاشته شود یا به زانوها چسبیده شود؟ بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ایشون نماز می‌خوندند ایشون فرمودند که آرنج صلوا کما رأیتمونی اصلی، مانند این که من نماز می‌خونم شما نماز بخوانید. و کسانی که نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای ما نقل کردند این رو کیفیتش رو کاملا برای ما بازگو کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز می‌خوندند این ساعد دستشون، این قسمت دستشون کلا از زمین بالا بود، یعنی این رو مانند بر روی زمین نمی‌چسبوندند و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از مشابهت با حیوانات یا از افتراش سبع منع کردند که مانند حیوانات درنده روی زمین خودتون رو نخوابانید، یعنی مانند بلا نسبت بینندگان سگ یا حیوانات دیگری وقتی که بر روی زمین می‌خوابند این قسمت دست‌هاشون مثلا روی زمین هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی ما رو منع کردند از مشابهت با حیوانات در نماز، مانند نوک زدن، مانند خروس یا نشستن مانند نشستن کلب و سگ یا افتراش مانند افتراش سبع. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن از این که دست باید روی زمین به صورت زمین فرش باشه و از نظر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که انسان نماز میخواند باید این قسمت دست از روی زمین باید جدا باشه و قسمت بازو و یعنی قسمت داخلیش باید از پهلوها باید جدا باشه به صورت به اصطلاح این کاملا جدا و مجزا باشه، منتها نه به صورت این که در حد این که موجب اذیت و آزار به اصطلاح بغل دستی خودتون باشه. بعضی از مردم به گونه‌ای دستشون رو آرنجشون سیخ میکنند که به اصطلاح در بغل دستیشون در واقع اصابت میکنند. این از نظر شرعی درست نیست. به صورت اعتدال به گونه‌ای باشه که این قسمت از زمین به اصطلاح بلند باشه، یعنی به صورت عمودی باشه و قسمت بازوتون هم از پهلو در واقع جدا باشه و همچنین شکم از روی رانها باید جدا باشه و بالا باشد. و در روایت اومده وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده می‌کردند اگر بزغاله می‌خواستند که از زیر شکم رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سجده عبور بکنند میتونستند، یعنی شکم را بالا نگه می‌داشتند و قسمت ران پا به صورت عمودی قرار می‌گرفت و همچنین همون گونه که این قسمت دست نباید بر روی زمین باشه نباید بر روی ران هم قرار بگیره، باید کاملا به صورت جدا باشه، فاصله داشته باشه، هم از زمین و هم از پهلو این قسمت باید جدا باشه و همین که از ران باید جدا باشه، مگر در صورتی که انسان به اصطلاح نیاز داشته باشه، یعنی خسته شده باشه، مثلا پیر باشه و مجبور باشه که به اصطلاح آرنج خودش رو بر روی ران خودش قرار بدهد که براش راحت تر هست و در غیر صورت نمیتونه سجده بکنه، این اشکالی نداره، اما در حالتهای عمومی این موارد رو باید مراعات بکنه. تشکر از شما. بیننده بعدی گفتن که زدن عطر در حالت روزه
آیا در خود روزه اشکالی وجود میاره یا نه؟ استشمام هر گونه بویی که باشد این جزء شکننده های روزه نیست. یعنی استفاده کردن از عطر در ماه مبارک رمضان یا در غیر رمضان در حالت روزه از نظر شرعی اشکالی نداره. تفاوتی نداره که این از عطرهای معمولی باشه یا عطرهایی باشه که به صورت بخور هست و دود می شود یا عطرهایی که به صورت اسپره هست ولی اینکه در آن الکلی استفاده شده باشه. این از نظر شرعی شکننده روزه شمرده نمی شود و روزه کاملا صحیح است. تشکر از شما. بنده بعدی گفتن که آیا زن می تواند ابرویش را به خاطر شوهر اصلاح کند و آیا از بالا یا از پایین ابرو را برداشتن هم گناه است؟ اصل بر این است که انسان باید یعنی دستور الله را بر دستور شوهر مقدم نگه بدارد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانی را که ابرو را میگیرن مورد لعن قرار دادن و نفرین کردن، هیچ انسان عاقلی نباید به خاطر رضایت شوهرش نفرین رسول الله صلی الله علیه وسلم را به جان بخرند و رسول الله صلی الله علیه وسلم از این مورد منع کردند. و اگر فقط یک حکمتی هم در این مورد وجود داشته باشه این است که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی محبت ما را و سطح دیانت و دینداری ما را در واقع با این مورد مشخص می شود. بالفرض این که ما فلسفهش را ندانیم و ندانیم که به چه چه فایده‌ای دارد این حکم شرعی، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که از این منع کردن الله متعال به ما دستور داده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما بیان فرمودند به شما دادن به عنوان حکم شرعی از جانب الله، آن را شما باید قبول بکنید و آن چیزی رو که شما را نهی کرده شما باید از آن پرهیز بکنید. یعنی عمل کردن بر سنت و آموزه های رسول الله صلی الله علیه وسلم باید مقدم باشه بر رضایت بقیه انسان ها و از دیدگاه تمام علما و مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت مخالفت با سنت هست و این کار یک کار حرام و ناجایزی هست. منتها در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینو قید کردند که اگر یک زنی به خاطر این که شوهرشون رو اجبار کرده این کار رو انجام بدهد یعنی گناهی برگردن خود این زن نیست و اگر گناهی هم در این زمینه باشه گناهش برگردن خود شوهر هست که دستور داده که به اصطلاح و زن رو مجبور کرده که کار خلاف شرع و خلاف سنت رو انجام بده. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که نماز خواندن رو خیلی دوست دارن ولی آن را دائما ادا نمی کنن. چه کار کنن که شیرینی آن را واقعا تجربه کنن؟ تا زمانی که انسان پایبند نماز نباشد شیرینی نماز را انسان نمیتونه یعنی احساس بکنه. هر کسی که ایمان قوی داشته باشه، اعتقاد قوی داشته باشه و بیشتر از همه پایبند نماز باشد میتواند که لذت نماز را یعنی احساس بکنند. اما کسانی که روز در میان نماز میخونند مانند این بیننده‌مون یا کسانی که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خیلی شتابان و با عجله نماز میخونند چون این کسانی نمیتوانند که لذت نماز را درک بکنند. اگر میخواهیم که لذت و حلاوت ایمان و نماز رو درک بکنیم لازمش این است که اولا نماز ما باید مستدام باشه، همیشه باید نماز بخونیم 5 وقت رو با کیفیتی که رسول الله توصیه کردن در مسجد با نماز با جماعت بخونیم و دقیقاً همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندن اون گونه نماز بخونیم. آداب نماز را، سنت های نماز را، فرایض و ارکان و واجبات نماز را به صورت کامل مراعات بکنیم. مقدمات نماز را و اذکار بعد از نماز را و آداب رفتن به مسجد را، تمام اینها رو وقتی که ما مراعات بکنیم اینها زمینه ساز حضور قلب و خشوع و خضوع در نماز خواهند بود. اما اگر ما یعنی نماز را یعنی قبل و بعدش رو توجه نکنیم، به طور مثال قبل از آن مشغول یک فیلم تماشای یک فیلم هستیم، مشغول یک کاری هستیم که به اصطلاح نیازمند این هست که یک زمینه سازی به اصطلاح انجام بگیره. به خاطر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که از آن گفته می شود یا وقتی که اقامه اذا سمعتم النداء فعلیکم که فرمودن وقتی که ندا رو میشنوید فمشوا الی الصلاه و علیکم بالسکینه والوقار، به طرف نماز بروید و با سکینه و وقار و آرامش بروید. یعنی از دویدن و رفتن در هنگام رفتن به مسجد یا در تشبیک به یعنی گره زدن انگشتان و به این کیفیت
کیفیت این از نظر شرعی در هنگام رفتن به مسجد یا در مسجد نهی شده، باید اذکار رفتن به مسجد و خارج شدن از مسجد، تحیت الوضو و تحیت المسجد را و توجه کردن به اذکار و اورادی که در نماز خوانده می شود، تمام اینها ضامن این هست که نماز ما یک نماز کاملی بشود و وقتی که این موارد را ما بفهمیم قطعا از نماز لذت میبریم. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میرسید میفرمودند که ارحنا یا بلال، که اذان بده ما رو راحت بکن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم با نماز خواندن راحت میشدن، با اینکه وقتی که در نماز می ایستادند بنابر روایتی که از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده به اندازه می ایستادند که پایشون ورم میکرد و میفرمودند که حضرت عایشه میگوید که من بهشون گفتم که چرا بر خودت این همه سخت میگیری؟ الله تعالی گناهان شما رو بخشیده. میفرمودند افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شاکر الله متعال نباشم؟ یعنی لذت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خونکی چشمش و شادمانیش در نماز بود. و حتی در روایت اومده که اذا حزبه امر فزع الی الصلاه، به از این که اتفاقی میافتاد فورا رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز روی می آوردند. یعنی اگر از یک چیزی بیمناک بودند، اگر خطری ایشون رو تهدید میکرد یا اگه اتفاق ناگواری میافتاد، اولین کاری که ایشون انجام میدادن میرفتن دو رکعت نماز میخوندن و چنین نمازی قطعا موجب راحتی انسان میشود و موجب سبکی هست هم در دنیا و هم در آخرت. اما نمازی که ما با غفلت میخونیم، یک روز میخوانیم یک روز نمیخوانیم، سر وقت نمیخونیم، برخلاف سنت و بدون مراعات آداب و سنن و چه بسا که واجبات و ارکان میخونیم، قطعا چنین نمازی برای ما آرامشی رو به دنبال نخواهد داشت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در حالت روزه آیا گذاشتن نسوار با دستمال زیر زبان یا پشت دندان روزه را باطل میکند یا نه؟ نسوار یا موارد دیگر که نشه کننده هستند و جزء در واقع در لیست مواد نشه آور و هم مخدر هستند، از نظر شرعی استفاده از این موارد حرام هست و انسان نباید استفاده بکند. گذشته از این که ضررهای مادی دارند، ضررهای جانی دارند، این بحث جداگانه هست. اما چون که جزء مخدرات و موارد نشه کننده هستند، الله متعال اینها رو حرام قرار داده و استفاده از آن جایز نیست و این موارد جزء شکننده های روزه هست. یعنی استفاده کردن از مواد نشه کننده، چه به صورت مثلا نسواری باشه که زیر زبان یا پشت لب میگذارند، یا چه به صورت دودی باشه یا موارد دیگر، هر گونه استفاده از مواد نشه کننده و مستی آور و مخدر در حالت روزه جزء شکننده های روزه محسوب می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که به عمره رفتن و در مدینه در مسجد نبوی هستند، آیا وقتی که وارد مسجد نبوی می شوند نیت اعتکاف بکنند یا خیر؟ اعتکاف یک گونه عبادتی هست. یعنی تعریف اعتکاف این است که ماندن در مسجد به قصد عبادت الله متعال، تقرب به الله متعال. و از نظر شرعی تفاوتی نداره که شما چه مقدار رو بخواهید که اعتکاف بنشینید. اگر خواستید یک روز اعتکاف بنشینید، خواستید نصف روز، کمتر بیشتر اعتکاف بنشینید، از نظر شرعی اشکالی نیست. و در روایت اومده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که رسول الله، من در جاهلیت نذر کرده باشم که یک شب را اعتکاف بنشینم در مسجد الحرام، الان حکمش چی هست؟ فرمودند که به نذر خودت وفا بکن. یعنی اعتکاف یک شبه را هم داریم. این لازم نیست که انسان حتما 10 شب آخر رمضان را اعتکاف بنشینه. اگر خواست 1 ساعت با نیت اعتکاف رفته، 1 روز با نیت اعتکاف رفته در مسجد نشسته برای عبادت الله متعال، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی رو نداره و جایز هست. میتونه که در مسجد الحرام یا در مسجد النبی یا در هر مسجدی که برای نماز میرود یه مقداری رو در مسجد میمونند، اگر نیت اعتکاف بکند هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود نداره و جزء نیت عبادت اعتکاف ان شاء الله شمرده خواهد شد. جزاکم الله خیر. بعد گفتن که برادر شوهرشان زن طلاق خورده برای نکاح دوم. گفتن حالا ولی خانواده نمیخوان که او نکاحش را انجام بدهد. آیا طلاق زنش میفته؟ یعنی طرفی قسم خورده یا زن طلاق خورده که اگر زن دوم رو نگیرد زن اولش طلاق هست. این سوال من اینو برداشت کردم از این سوال بینندهمون.
خود زن طلاق خوردن انسان باید پرهیز بکنه. این قسم شرعی نیست، یک کار حرامی هست و زن هم آله دست و بازیچه انسان نباید باشه که تا هر جا که با یکی شوخی میکند یا در یک جای درگیر میشود بحثشون میشود فوراً زن طلاق رو بر زبان بیارن. طلاق یک حکم شرعی هست، یک سری در واقع احکامی بر آن مترتب میشود، حکم شرعی هست و انسان نباید احکام شرعی رو به بازی بگیرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کسی مجبور هست قسم بخورد که مجبور است که مثلا یک چیز رو اثبات بکند من فلان کار رو انجام میدهم یا انجام نمیدهم، اگر مجبور هست قسم بخورد به نام الله متعال قسم بخورد، وگرنه قسم نخورد، ساکت باشد. مجبور نیستی که قسم بخوری و انسان باید قسم رو تا جایی که ممکن هست ترک بکند، یعنی نام الله متعال را بازیچه در میان به اصطلاح الفاظ خودشون و محاورات روزمره خودشون نباید قرار بدهند. از قسم خوردن باید انسان تا جایی که ممکن هست پرهیز بکند. اگر مجبور شد فقط قسم بخورد و در صورتی قسم میخورد فقط به نام الله متعال باشه، به جان فلانی و به سر فلانی و به مرگ فلانی و نمیدونم به زن طلاق، اینها یک قسم های حرام و ناجایزی هستند. انسان نباید به نام غیر الله متعال یا به زن طلاق قسم بخورد. اما حکم شرعیش این است که این کار حرام هست از نظر شرعی، اما این به عنوان طلاق نیست، به عنوان طلاق شمرده نمی شوند. این که گفته که اگر من زن دوم نگیرم زن اولم طلاق باشد، این به خاطر یک نوع تحریض هست، یک نوع به اصطلاح مجبور کردن خودش هست، یک قانع کردن طرف مقابل هست که من در این تصمیم خودم کاملا جدی هستم که زن دوم رو میگیرم، اگر نگرفتم زن اولم طلاق باشه. پس بنابراین این هدفش طلاق دادن زن اولش نیست، هدفش این است که اثبات بکنه مردانگی خودش را که من حتما زن دوم را میگیرم. و این حکمش همون حکم قسم هست، حکمش حکم قسم هست، یعنی این که این فرد به جای این زن طلاقی خورده یک کفاره قسم رو ادا بکنه، یعنی 10 مسکین رو غذا بده یا 10 مسکین رو لباس بدهد و اگر نمیتواند 3 روز رو روزه بگیرد و اگر که زن دوم رو هم نگیرد هیچ اون اشکالی به وجود نمیاد، یعنی زن اولش به هیچ عنوان طلاق نمی شود. مجبور نیست چون که زن طلاق خورده حتما باید زن دوم رو بگیره تا اینکه زن اولش طلاق نشود. نه، حکمش این حکم قسم هست، حکم طلاق زن نیست، طلاق واقع نمی شود و صرفا کفاره قسم رو ادا بکند، انشاءالله مشکلی دیگری وجود نداره. سپاسگزارم از شما. جناب گفتن که من نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا رو با هم میخوانم، آیا مشکلی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین در آیاتی که به صورت کلی این دلالت بر اوقات نماز میخونند، هر وقت نماز را رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا مشخص و جداگانه بیان فرمودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم یا در روایت دیگری که در صحاح و سنن اومده دقیقاً وقت هر نمازی رو مشخص کردند، یعنی یک محدوده مشخصی رو داره. وقت نماز فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشا، تمام اینها وقت مشخص و جداگانه ای رو دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول مدتی که در مدینه نماز رو با جماعت می‌خوندند همیشه این نماز را سر وقت می‌خوندند، یعنی هر نماز را جداگانه سر وقت خودش می‌خوندند و در این زمینه روایات شیعه و اهل سنت فراوان هست. حتی از حضرت علی رضی الله تعالی عنه که به عنوان بخشنامه این رو مشخص کرده بودند دستور دادند که 5 وقت نماز بخونند، یعنی 5 وقت رو در 3 وقت نخوندند بلکه 5 نماز رو در 5 وقت جداگانه همان گونه که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به این گونه بخونند. منتها بنا بر عذر الله متعال یک رخصتی رو قرار دارند برای مسلمانان، برای کسانی که در سفر هستند، برای کسانی که بیمار هستند، برای کسانی که عذر دیگری رو دارند. از نظر شرعی جایز است که نماز رو جمع بکنند. عذرهای دیگر عرض کردم که غیر از سفر مانند بیماری هست، اگر کسی بیمار هست میتواند که نماز رو جمع بکند، اشکالی ندارد. اگر کسی در سفر هست میتواند نماز رو جمع بکند. اگر کسی غیر از این دو مورد، فرض کنیم که هوا خراب هست، مردم نمیتونند که به مسجد برن، باران شدیدی هست، خوف دشمن وجود داره یا عذرهای دیگری که هستند، در این گونه موارد میتوانید که نماز رو جمع بکنید، یعنی نماز ظهر و عصر رو با هم بخونند و نماز مغرب و عشا رو با هم بخونند. اما بدون عذر و این که یعنی عادت انسان باشه که همیشه نماز رو جمع بخونه، این از نظر شرعی درست نیست و خلاف دستور الله و رسول است. تشکر از شما. بیننده بعدی گفتن که میخواستن ماشین را از شرکت به صورت قسطی بخرند که قیمت تمام شده آن 4-5 میلیون بیشتر می شود. خواستم بدونم که از لحاظ شرعی مانعی دارد یا نه؟
قبلا هم عرض کردم که معامله قسطی جایز هست، اشکالی نداره، به شرطی که نوع معامله در اول مشخص شده باشه. یعنی نوع معامله‌ای که شما قرارداد می‌بندید مشخص باشه که معامله نقدی هست یا معامله قسطی هست. ترددی در اصل معامله وجود نداشته باشه که اگر یک ماه دادی نقدی حساب می‌کنم، اگر تأخیر کردی در واقع این رو من قسطی حساب می‌کنم. اگر این گونه نباشه از نظر شرعی اشکالی نداره. معامله قسطی و مدت دار ولو اینکه اصل کالا رو قیمتش رو بیشتر بشه به خاطر اینکه مدت طولانی تر هست از نظر شرعی اشکالی نداره، منتها به شرط این که اصل معامله نوعش مشخص باشه که این معامله فرض کنیم که 6 ماهه هست یا 6 ساله هست، کمتر و بیشتر هست، نوع معامله مشخص باشه که قسطی هست یا نسیه هست و به خاطر دیرکرد اقساط هم نباید در واقع مجبور بشه که مال بیشتری رو بدید. یعنی اینطوری شرط نکنن اگر که از یک ماه بیشتر تأخیر کردی نمیدونم من چند درصد سود اضافی میگیرم، در این صورت درست نیست. اما اگر به صورت قسطی باشه که من این ماشین رو به شما فروختم به طور مثال 1 ساله یا در چندین قسط این پول رو بدید و من تا قیمتش از قیمت نقدی بازار بیشتر هست، در این صورت اشکالی وجود نداره. درست، تشکر از شما. بیان بعدی گفتن که برای مهریه همسرشان خواهرش را داده به برای عموی زنش و عموی زنش هم دختر برادرش را داده به ایشون. آیا زن حق مهریه جدا دارد و اگر دارد چقدر میشه؟ هر زنی این ازدواج هر زنی به اصطلاح مهریه حق زن هست. یعنی تمام زنها وقتی ازدواج میکنن مهریه به تصریح آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این حق مسلم زن هست و نکاح بدون مهریه از نظر شرعی درست نیست. این صورتی رو که ایشون گفتند که خواهر خودشون رو داده به یک نفر، به نکاح یک نفر در آورده و اون طرف دیگر نمیدونم برادرزاده خواهرزاده خودش رو به نکاح این طرف در اومده و این زن مهریه اون زن قرار میگیره و اون زن مهریه این زن قرار میگیره، این از نظر شرعی حکمش هست نکاح شغار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا شغار فی الاسلام و در اسلام شغاری وجود نداره. این نکاح باطلی هست، نکاح جاهلیت بوده، این نکاح منعقد نشده، این نکاح باطلی هست که یک فردی یک دختری رو به یک فرد دیگر میدهد به شرط اینکه اون هم یک دختری رو به این فرد بدهد، یعنی خواهرش رو، دخترش رو، هر کسی دیگری رو که تحت تکفلش هست به این فرد بدهد و این دو تا زن رو به عنوان مهریه یک دیگر حساب بکنن و مهریه در کار نباشه. این به اتفاق مذاهب این از نظر شرعی حرام هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک صورتش رو جایز قرار دادند که این فرد رو رفته به دامادی، اون طرف هم میگه من به شرط تو رو داماد میکنم، قبول میکنم، دختر خودم رو یا خواهر خودم رو به تو میدم که تو در مقابل خواهر خودت رو به من بدی. منتها در اینجا یک در واقع مهریه مشخص میشود، نکاح دو طرفه هست، منتها یک مهریه دیگری هم در وسط هست. یعنی به این گونه نیست که این زن نکاح مهریه اون زن باشه و اون زن مهریه این زن باشه، بلکه ولو اینکه شرط کردند که این نکاح دو طرفه باشه اما در کنارش این مهریه دیگری هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این صورت رو جایز قرار دادن که از نظر جمهور اینم جایز نیست. اما این صورتی که به هیچ عنوان مهریه در کار نباشه، این زن مهریه اون زن باشه و اون زن در مقابل این زن باشه، این از نظر شرعی نکاح شغار هست و نکاح شغار باطل هست و این افراد باید حتما مهریه رو مشخص بکنند و نکاح رو دوباره باید یعنی اجرا بکنند، دوباره باید عقد نکاح خونده بشه با یک مهریه جدید و نکاح جدید میتونه زندگی خودشون رو ادامه بدن. اون نکاحی که انجام دادن یک نکاح باطل مهریه هم هر هست. چقدر که باشه مهریه هم تفاوت نداره. اگر در صورتی که نکاحی صورت گرفته باشه، به طور مثال در یک جای نکاحی صورت گرفته باشه اما مهریه مشخص نکردن، در اونجا مهر مثل حساب میشه. مهر مثل یعنی مهری که عرف هست، یعنی خواهرای این زن، دختر خاله و دختر عمه‌هاش مهریشون چقدر هست اونو در واقع محاسبه میکنن. اما در صورتی خودشون میخوان نکاح جدید ببندن، این مهریه تعیینش برای به اختیار خودشون هست. تشکر از شما. آیا در نماز قرائت رو به صورت تحدیر و یا تحقیق میشه خواند؟ تفاوتی نداره. انسان باید اون چیزی که در قرائت که در نماز میخونه باید انسان بکنه بخواند که در واقع تدبر بکنه در نماز. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همون گونه که در وصف قرائتشون اومده ایشون با تحقیق میخوندند، یعنی و بعد از هر آیه ایشون مکث میکردن الحمدلله رب العالمین، یعنی با خیلی آرامش خاصی میخوندن. اما اگر
اگر که انسان با یک مقدار اگر با شتاب بیشتری هم بخوند از نظر شرعی در نماز اشکالی به وجود نمیاد، جایز هست. اما انسان باید قرائت رو بگونه‌ای بخواند که بتونه در آن تدبر بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات رو با تدبر میخوندند و بعد از هر آیه مکث میکردند و حتی در توصیف قرائت رسول الله این گونه اومده که اگر در یک جایی از آیات قرآن جای رحمت بود سوال رحمت میکردند از الله متعال، اگر جایی که ذکر عذاب بود از الله متعال پناه میجستند از عذاب الله متعال. یعنی با تدبر کامل و با تحقیق و با بسیار آرامش خاصی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائت نماز رو انجام میدادند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که برای زن چه مقدار جایز است مو و بدن خود را برای زنان دیگر و مردان محرم خود نمایان کند؟ از نظر شرعی یعنی برای افراد مثلا عورت زن در مقابل زن مانند عورت مرد در مقابل مرد هست. عورت زن در مقابل زن مسلمان مانند عورت مرد در مقابل عورت مرد هست. یعنی از ناف گرفته تا زانو این جزء عورت هست. این به هیچ عنوان نباید که در واقع برهنه بشوند. اگر بنابر عذر دیگر و بنابر رسمی بقیه قسمت های بدن در مقابل هم جنس و هم دین اگر که نمایان بود اشکالی نداره. یعنی زنها در مجالس زنانه با لباس راحتی باشند که دستشون پایشون یعنی برهنه باشه، سر و گردنشون برهنه باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره. منتها انسان باید هر جایی که عرف و عادت مردم به چگونه هست و حیا و حشمت چه چیزی رو تقاضا می‌کند این رو باید حتما مراعات بکنند. اما از نظر حکم شرعی واجب هست که زن در مقابل زن یا مرد در مقابل مرد از ناف گرفته تا زانو این قسمت حتما باید پوشیده باشد و برهنه بودن این قسمت از نظر شرعی و نگاه کردن این قسمت از بدن دیگران از نظر شرعی درست نیست. غیر از این جایز هست. مرد میتونه تمام بدن یک مرد دیگر رو ببیند به استثنای این قسمت و زن هم میتونه تمام قسمت بدن زن دیگر رو ببیند. غیر از این قسمت که این قسمت رو در واقع دیدنش از نظر شرعی درست نیست و باید پوشیده باشد. و غیر از این هم عرض کردم که در هر شهری و در هر فرهنگی باید عرف و عادت رو هم باید مراعات بکنند. درست. جزاکم الله خیر. حکم حقوق دریافتی کارمند یا تحویلدار بانک را بیان فرمایید. این حقوق به صورت کلی کار در بانک کار مشکوک است و همکاری در یک امر محرم و کار حرامی هست که ربا دادن و ربا گرفتن هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم ربا دهنده را، ربا گیرنده را، اون کسی که شاهد هست، اون کسی که کاتب هست، تمام اینها را مورد لعن و نفرین قرار دادن و انسان باید سعی بکند که خودش را از لعن و نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم دور نگه داره. تشکر از شما. خانه‌ای که سگ داشته باشد اگر افراد آن خانه سگ خیس را لمس کرده آیا دست نجس می شود و اگر دست خیسشان را به دیگران بزنند آیا دیگران را نجس می کنند؟ از نظر شرعی خود نگهداری سگ به صورت یک حد و مرزی رو داره در شریعت اسلامی و به صورت عمومی جایز نیست. در این زمینه روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در خونه‌ای که سگ باشه فرشتگان وارد نمیشن. خونه‌ای که سگ باشه یه تصویر انسان یا حیوان جانداری باشه فرشتگان رحمت در اونجا وارد نمیشوند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست فرمودند من اقترا کلبا الا کلبا ضاریا لصید او کلب ماشیه. این دو مورد را رسول الله صلی الله علیه و سلم استثناء کردن. هر کسی که در خانه خودش سگی رو نگهداری بکند به استثنای سگی که برای شکار هست یا سگی رو که به عنوان به اصطلاح نگهبان گله هست، این دو مورد را رسول الله صلی الله علیه و سلم استثناء کردن و فرمودند فانه ینقص من اجری کل یوم قیراطان، یعنی در هر روزی 2 قیراط، یعنی یک بخش عظیمی از ثوابش در واقع کاسته میشه. این از اعمال صالحی که شما انجام دادی ثوابش در واقع از بین میرود به خاطر اینکه شما سگی رو نگهداری کردید به استثنای سگی که برای صید هست و سگی که برای ماشیه هست یعنی برای چوپان همراه داره و همچنین سگی که برای نگهداری خونه باشه، برای حفاظت از دزد باشه یا در برخی از روایات اومده که سگی که در سر مزرعه هست برای حفظ و نگهداری مزرعه هست. این موارد در واقع استثناء هستند. اما نگهداری سگ بدون مورد از نظر شرعی حرام هست و این باعث کم شدن اجر و ثواب انسان می شود.
تشکر از شما. بیانیه بعدی گفتن که اگر فردی همسرش را یک بار فقط به زبان، آن هم از روی خشم، طلاق بدهد و بعد از چند مدت برای ترساندن همسرش در 3 پیام فقط کلمه طلاق را بنویسد و منظورش فقط ترساندن همسرش باشد، آیا همسرش طلاق می شود یا نه؟ در مورد طلاق قبلا هم عرض کردم که هیچ اونا نباید بازیچه باشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند 3 جدهن جد و هزلهن جد. 3 مورد هستند که جدیشون هم جدی هست، شوخیشون هم در واقع جدی هست. یعنی طلاق دادن به شوخی مانند این است که انسان به عمدن طلاق داده باشه و جدی طلاق داده باشه. یعنی طلاق جدی و شوخی نداره، تمامش هم شوخیش جدی هست و هم جدیش در واقع جدی هست. پس بنابراین در طلاق دادن انسان باید همیشه مواظب باشه در استفاده کردن از لفظ طلاق رو. اما وقتی که یک طلاقی رو داده باشه، نظر جمهور در این زمینه اینه که طلاق در حالت به اصطلاح عصبانیت این تفاوت داره که این عصبانیت در چه حالتی بوده و در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هنگام عصبانیت طلاق واقع می شود. منتها اگر این عصبانیت در حدی بوده که به صورت کلی نمی توانسته خودش رو کنترل بکند و ناخواسته طلاق از زبانش بیرون اومده و وقتی که اونو بیادش میاندازن که تو طلاق دادی، میگه من یادم نیست من طلاق ندادم، در این صورت طلاق واقع نمی شود. یعنی در صورتی که خشم به اندازه‌ای بر اون غالب شده باشه که قدرت و اختیار تصمیم گیری را از اون گرفته باشه، طلاق واقع نمی شود. اما باز هم از نظر دیدگاه فقهایی که معتقد به وقوع طلاق هستن، وقتی که طلاق داده باشه، یک بار گفته باشه، فقط یک طلاق در واقع می شود. اما موارد دیگر که خود لفظ طلاق را یعنی گفته یعنی فقط نوشته باشه طلاق و در پیام فقط نوشته طلاق، یعنی نگفته طلاق دادم، نگفته تو را طلاق دادم، فقط نوشته طلاق، با نوشتن لفظ طلاق واقع نمیشد. اما اگر گفته باشه من تو را طلاق داده ام، این خودش طلاق شمرده میشه. تفاوتی نداره با پیام باشه یا تلفظ کرده باشه، تلفظ نکرده باشه، طرف شنیده باشه، خونده باشه یا نخونده باشه، تفاوتی رو نداره. اگر نوشته باشه که من تو را طلاق دادم، چه جدی نوشته باشه چه شوخی نوشته باشه که من تو را طلاق دادم، طلاق واقع میشد. اما اگر صرفا نوشته طلاق، فقط لفظ طلاق را گفته، در این صورت طلاق واقع نمیشه، مگر در صورتی که به صورت کامل گفته باشه من تو را طلاق دادم یا نوشته باشه که من تو را طلاق داده. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. 2 ساعت وقت شما رو گرفتیم و کلا صحبت کردیم. تشکر از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا